بعضی اتفاقها اونقدر عجیب و ترسناکن که آدم فکر میکنه ساختگی‌ان، ولی وقتی بدونی همشون واقعا رخ دادن تازه میفهمی دنیای واقعی از فیلم هم ترسناکتر و تاریکتره. تو این ویدیو با 10 اتفاق باور نکردنی روبرو میشی که واقعی‌ان اما ای کاش نبودن. 1. مردی که از آسانسور ناپدید شد. پرونده الیزا لم. سال 2013 دوربین‌های هتل سیسیل لس آنجلس دختری به نام الیزا لم رو نشون دادن که داخل آسانسور رفتار عجیبی داره، انگار با کسی حرف میزنه که دیده نمیشه. چند روز بعد جسدش توی مخزن آب بالای پشت بوم پیدا شد بدون هیچ نشونه ای از ورود. 2. صدای زنده از زیر آوار. زمین لرزه چین 2008. بعد از زلزله سهمگین سیچوان، امدادگرا از زیر آوارها صدای گوشی موبایل شنیدن که داشت زنگ میخورد. وقتی رسیدن جنازه‌ای پیدا نکردن. با گوشی توی دستش تماس از مادرش بود. 3. مردی که بیدار نشد و هنوز زنده بود. در هند پزشکی اعلام کرد یه مرد مرده است. خانواده‌اش مراسم دفن ترتیب دادن. قبل از خاکسپاری یه قطره اشک از چشم مرد اومد پایین. وقتی نبضش رو چک کردن هنوز زنده بود. 4. نوزادی که بعد از مرگ گریه کرد. در آرژانتین پزشکی اعلام کرد نوزاد به دنیا اومده مرده. بعد از 12 ساعت داخل سردخونه وقتی مادرش اومد خداحافظی کنه، نوزاد نفس کشید و زنده موند. 5. دختر گم شده پشت پنجره خانه خودشون. دختری 8 ساله در آمریکا گم شد. خانواده‌اش ماه‌ها دنبالش بودن. ماه بعد یکی از همسایه‌ها شب‌ها صدایی از زیر زمین همون خونه میشنید. دختر بچه تمام این مدت توسط مهمان خانوادگی در زیر زمین مخفی شده بود. 6. تماس از آینده. مردی در سوئیس بعد از مرگ زنش پیام صوتی از خط خاموش شده‌اش دریافت کرد. در صدا زن فقط یه جمله گفته بود: همه چی خوبه، نگران نباش. اپراتور گفت این شماره از 4 روز قبل قطع شده بود. 7. سایه‌ای پشت تصویر سلفی. دختری عکس سلفی از خودش گرفت. توی آینه پشت سرش یه چهره دیگه دیده میشد. اون لحظه تنها بود. هیچ کس دیگه ای توی خونه نبود. 8. مردی که برای خودش مجلس ختم گرفت. یه مرد در برزیل برای شوخی با فامیلش مرگ خودش رو جلب کرد و وسط مراسم ختم وارد مجلس شد، ولی مادرش همونجا سکته کرد و مرد. 9. صدای کودک از گورستان. در یک گورستان قدیمی در رومانی نگهبان شبها صدای گریه کودک میشنید. وقتی زمین رو شکافتن دیدن قبر بچه‌ای تازه دفن شده اشتباهی زنده بوده و داخل تابوت فوت کرده. 10. صحنه‌ای که پلیس هم ازش ترسید. در ژاپن دوربین مداربسته فروشگاهی ساعت 3 صبح چهره‌ای سفید و بی‌حرکت رو نشون داد که مستقیم به دوربین نگاه می‌کرد، اما وقتی بررسی کردن اون ساعت فروشگاه بسته بوده و هیچ کس وارد یا خارج نشده. واقعیت همیشه اون چیزی نیست که انتظارشو داری. بعضی وقتا از هر فیلم ترسناک هم ترسناکتره. این بود قسمت دوم از عجیب تویا.
اگه جرأتشو داری حتما قسمت بعد رو از دست نده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خدا نگهدار.